فرهنگ. بشبهه در دوران استقلالیت فرهنگ همچون پیوندگر معنوی نسل‌ها در زمینه معرفت تاریخی نیاگان وابسته به شرایط نو سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مردم کشور تازه استقلال را جهت فراهم آوردن پایگاه شایسته برای شناخت هویت ملی و گسترش خودشناسی تاریخی هدایت نموده و محرک توانای وحدت و یگانگی و نیروی مقتدر بنیادکاری و سازندگی تبدیل یافت و در سیاست فرهنگ پرورانه پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان رشد فرهنگ و صنعت موقع افضلیتناک و کلیدی گرفت. با شکرگزاری از استقلالیت و وحدت سرتاسری ساکنان معرفت پرور و فرهنگ دوست ناحیه فیض‌آباد، بزرگان علم و فرهنگ و هنر چون حکمت رضا و بازار صابر، دستمراد علی، نگینه رؤوف و قیام‌الدین چقلوف و محرمه شریف و صدهای دیگر به فرهنگ و هنر این مردم باستانی جیلا و نموی دیگر بخشیدند. امروز به خاطر گرامی داشت روح بزرگان صنعت و فرهنگ و ادبیات تاجیک در ناحیه فیض‌آباد، فیلارمونی خلقی به نام نگینه رؤوف و باغ فرهنگی فراغتی به نام بازار صابر، مؤسسه دولتی مکتب صنعت به نام دستمراد علیوف گذاشته شده است که در این مؤسسه های فرهنگی همزمان شاگردان و پیروان صنعت و هنر این شخصیت های معروف تربیت یافته مکتب ایجادی و هنری استادان خویش را ادامه می دهند. خوشبختانه در دوره صاحب استقلالی ما توانستیم که 4 عدد کتابخانه در جماعت های دیهاتی مهرآباد، جماعت دیهاتی به نام دستمراد علی، جماعت 30 سالگی استقلال و جماعت قلعه دشت ساخته و استفاده دادیم. امسال در تجدید جشن 35 سالگی استقلال 4 عدد کتابخانه به نقشه گرفته این کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارد و ما کوشش میکنیم که چاره‌بینی ها را باز هم خوبتر و بهتر برامونه و در بلند برداشتن معنویات مردم سهمی با سزایی داشته باشیم. بخش فرهنگ ناحیه فیض‌آباد دارای 27 مؤسسه فرهنگی می باشد. از آن جمله 18 تا کتابخانه فیلال ها، 4 تا خانه فرهنگ، 1 تا مؤسسه دولتی به نام مکتب صنعتی به نام دستمراد علیوف، 1 تا آثارخانه، 1 عدد باغ فرهنگ فراغتی 40 سالگی غلبه. در 35 سال استقلالات دولتی کارمندان بخش فرهنگ در چند آزمون ها سزاوار جای های اول، دوم، سوم گشتن. در جمهوری آزمون تاجیکستان وطن عزیز من 1 تا در سال 2019 بود، صاحب نظر کرامت الله خودشان جای اول را گرفتن. در سال 2023 گل شاهزاده سیراج‌الدین جای اول را گرفتن. بعد در سال 2023 با اندلیب در جای اول را گرفتن بخش فرهنگ. در تئاترهای کسبی جای اول را گرفتن. این سال باشه در آزمون جمهوریوی هفته کتاب کودکان و نورسان در مکتب میونه امی رقم 6 جای اول رو در نامیناسیون رسامی جای اول رو اشغال نمودند. بعد آثارخانه را از تعمیر جاری برآوردم. 3 تا انسامبل در اینجا فعالیت میکنه: انسامبل 6 مقام سرایان، اتنوگرافی، انسامبل فلک. همزمان در دوران صاحب استقلالی مملکت بخش فرهنگ ناحیه فیض‌آباد نیز به دستاوردهای زیاد نائل گردیده امروز 1 عدد کتابخانه، 1 عدد آثارخانه، 4 عدد خانه فرهنگ دیهات، 1 عدد تئاتر خلقی و در مجموع 27 عدد مؤسسه فرهنگی با تعداد 140 نفر شماره کارمندان فعالیت می نمایند. کارمندان بخش فرهنگ ناحیه فیض‌آباد امروز به سیاست خردمندانه و دوراندیشانه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان استوار بوده در گذراندن چاره‌بینی‌های فرهنگی بخشیده به جشن‌های ملی همیشه پیش صف می‌باشند. مسئولین فرهنگ ناحیه پیوسته در آزمون چاره‌بینی‌های جمهوریوی اشتراک کرده سزاوار جای‌های نمایان گردیدند.